با ضد بلوگر رشتی جنیدالله خدایورف پرونده نو کشودند. شعبه کارهای داخلی نویه رشت او را به افباشی قسم 3 ماده 237 کودکس جنایی متهم کرده به تحقیق آغاز نموده است. اما خدایورف این پرونده را بی‌اساس می‌داند. جنیدالله خدایورف به مناقشه با خانواده گمانبران در کشتار برادرزاده 21 سالش علیرضا متهم می‌کنند. دعواگران گفتند او روز 27 اکتبر در دهه یشم نویه رشت معتبر به آنها تهدید کرد. خود جنیدالله خدایورف این ادعا را رد می‌کند. سمیبای فتولایف سردار شعبه کارهای داخلی نویه رشت روز 3 نوامبر به رادیوی آزادی باز شدن پرونده را نسبت به جنیدالله خدایورف تصدیق کرد. وی گفت در حال حاضر تفتیش حادثه و روبرو کردن شاهدان شروع شده است. نتیجه تفتیش نشان می‌دهد که در مناقشه میان نمایندگان دو عائله جنیدالله خدایورف حضور داشتیانه افزوده است. او جنیدالله خدایورف به رادیوی آزادی گفت او را به شعبه کارهای داخلی نویت دعوت کرده الکی با 3 شاهد روبرو کردند. این شاهدها را خوب میشناسم. در محاکمه سال 2018 شاهدی بر دو رخ داده بودند. نزدیکان عائله هستند که فرزندانشان در کشتار دادرزادم علیرضا عیب دارند و نسبت 2 نفر آنها با ماده 104 قسم 2 کشتار پرونده باز شده است. در مورد آنکه دعوای حمله معتبر چگونه پیدا شد او گفت 27 اکتبر مادرم از خانه خواهرم برگشت. در راه الشیر نصرالدین عضو عائله گمانبر در قتل علیرضا به مادرم ضربه میزند. ستون موره مادرم آسیب دیده است. من در ایزوک شکنی بودم. به من خبر دادند. تبر را به دست پسرم داده دویده رفتم. به یگان زوری مناقشه را آرام کردم که آوردن نامش را ضرور نشمارید. حادثه را چنین نقل کرد: همان روز مراسم دفن عمکم منصور حمیدوف 73 ساله بود. در نزد مسجد دیه ایستاده بودیم. مادر جنیدالله از راه میگذشت. الشیر گفت از مرگ عمک ما خرسند شده. وی در جواب گفت اگر همانی که نبیره ام را کار زد میفهمید بهتر بود. جنجال خیست. جنیدالله آمد و تهدید کرد اما در دستش تبر بود یا نه به یادم نیست. علیرضا خدایورف 21 ساله دانشجوی دانشگاه دولتی رشت ماه ایول امسال در یک زنوزنی با ضرب کارد به هلاکت رسید. تا کنون 2 نفر با گمان دست داشتن در حادثه دستگیر شدند. اما نزدیکان خدایورف حادثه را از پیش تحریزی شده و کار دست کمش 5 نفر میدانند. در آغاز تحقیق پرونده را دادستانی منطقه رشت بر عهده داشت ولی در پی مراجعت پیوندان علیرضا خدایورف به دستگاه پرزیدنت و مجلس ملی مسئولیت تحقیق به اختیار دادستانی کل گذشت. جنیدالله خدایورف میگوید او بعد رهایی از زندان در روسیه بود و تنها برای برقراری عدالت دیگر باره به دیه برگشته است. او را سال 2018 با گناه پیروی از جریان ممنوع سلفیه به 5 سال زندان محکوم کرده سال 2019 بر اساس قانون عفو آزاد نمودند. وی آن زمان گفته بود که بیگناه محکوم شده است و پرونده را فرمایشی دانست. جنیدالله خدایورف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان فراد خدایورف که همواره از کار مقامات در رشت تنقید میکند باور دارند حادثه های سالهای آخر فشار به آنها است.